و شرمنده و مدیون خون شهیدان ممیران. رهبر پرسوز و گداز ما، زبان گویای ملت ما، پرچمدار عزت و وحدت ما. قافیه پردازی نیست. سیاسیون روز ما که ارزش این رو ندارن مقایسه با آقا بشه. مراجع تقلید ما با همه قداست، احترام، عظمت، تقدیس، تکریم، تشریف روی سر ما جا دارن، اما جامعیت آقا رو ندارن. آیت الله صافی گلپایگانی شیخ الفقها روی سر ما جا داره، اما 96 سالشون نمیتونن در جلسات عمومی حضور فعال داشته باشن، تا چه رسه بخوان از ارتش و سپاه سان ببینن. آیت الله وحید خراسانی 92 سالشونه، درس دادن براشون سنگین و مشکل، تا چه رسه بخوان حضور فعال در جوامع داشته باشن. سایر مراجع دیگه هم همینطور جامعیت آقا رو ندارن. سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، صبیح المنظر بودن آقا. بله، صباحت منظری که از مرجحات در نماز جماعت مگه نیست؟ از خودتون هم میدونید اگر دو تا سید هم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت سر اون سیدی که خوشگل‌تره نماز، این جزء مرجحاته. متأسفانه وقتی بلبشو میشه دیگه قورباغه هم هفت‌تیرکش میشه. آدم کچل بهش میگن زلفلی، کور میگن چراغلی، زشت بد ترکیبی که تا نگاش میکنی یاد چنگیز مغول میفتی. یوسف کدوم یوسف؟ ثانیی چی شد؟ دوزاییتون دیر میفته شما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر نمیگفت حرامزاده نمیگفتم این رو. با چه تقوایی شما میگید حرامزاده است؟ آقا حدس قسم کرده است، باید تعزیر شد. تو حدس قسم اصلا نخیر، تو باید تعزیر نه، بلکه حد قذف برای جاری بشه. صباحت منظر، میون سال بودن آقا، سخنور بودن آقا، ترک بودن آقا که از امتیازات. بله ترک بودن امتیاز. 20 میلیون ترک داریم. وقتی روزه ترکی میخوره انسان در عین اینکه متأثر لذت میبره. آی باتی چوب آچلدی، زینب نوایا گلدی، زهرا دیدی، حسین وای عالم صدایا گلدی، جنات دنشیدی، پیغمبر گرامی نعلی نسیز عباسیز کرب و بلایا گلدی. ترک بودن آقا. از همین گذشته تقوای آقا، ولایی بودن آقا. اون خطبه‌ای که خوندن ای سید ما، مولای ما، جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، آبروی مختصری که اونم شما عطا که چه بلبلی افتاد. از همین گذشته اشراف به نرم افزار اقتصاد جهانی، چک و سفته و بروات و اسکنت و اینا دیگه پیش پا افتاده است برای ایشون. از همین گذشته اشراف به نرم افزار مسائل نظامی، از همین اینا تمام امتیازات. پروردگارا به عز و جلالت، به مقربین درگاهت، رهبر پرسوز و گداز ما، پرچمدار وحدت مسلمین، ملت شهید پرور ما، طلایه داران و حکومت صالحین، انقلاب ما سراغ انقلاب جهانی مستضعفین قرار ده. نقشه های خائنانه دشمنان همچون گذشته به قهر و غضبت به خودشون برگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. اینجا مرقوم فرمودن. بله حالا دیگه بقیه‌اش خوشون، چون بار داره این اگه بخوام بخونم برای من زحمته. بفرمایید. در این حال سوالی، اشکالی، انتقادی مذهبی، لامذهبی، زمینی، آسمانی، ریسمانی، ماهواره اینترنتی، به 2 سوال جواب میدم. نبود بزن بریم.